زدن ضربه پنالتی، ضربهشو میزنه و توپ تیر دروازه برخورد کرد. کنانی زادگان میزنه و توپ رو در درون دروازه قرار داد. گل اول برای ضربهشو میزنه دانیال اسماعیلی فر و میگیره پیام نیازمند. حالا کار برای تراکتور سخت‌تر میشه. روحیه تیمشو برمیگردونه یا نه؟ برمیگردونه. گرفت. حالا نوبت بیرونوند بود که پنالتیشو بگیره. میخواد از یا نه؟ ضربهشو میره که بزنه مسعود ظاهر کاظمینی. ضربه او و توی دروازه یکی از چراغا رو میزنه کاظمیان و خلاف جهت توی دروازه. گل بعدی برای پرسپولیس. پیام نیازمند ضربهشو میزنه خام رو بکوف و توی دروازه گل بعدی. پورعلی گنجی ضربهشو میزنه و توپو گرفت بیرونوند. واقعا بازی پر هیجانیه، واقعا پر استرس. کریم آذر میزنه توی دروازه گل. پنالتی پنجم گل یه سال بیرونوند. علی پور ضربهشو میزنه و توی دروازه. همچنان ادامه داره این پنالتی ها. ضربهشو میزنه سدلار و هم میزنه تو دروازه. گل بعدی هم به ثمر میرسه. فرشاد احمدزاده پنالتی آخره یا نه؟ فرشاد احمدزاده میزنه توی دروازه. گل بعدی هم به ثمر میرسه. فوبا فرجی ضربه فرشاد فرجی گرفت توپ رو گرفت تا شاید ضربه بعدی ضربه نهایی باشه. بیرونوند با محمد عمری این مساف ضربه رو میزنه و گرفت. بازم این پنالتی ها ادامه داره. آقا کاری کردن کارستون برای تیماشون. شجاع ضربهشو میزنه توی دروازه. زیر تاقی زد. همچین ضربه‌ای که میتونه سر حال بیاره، سر روحیه بیاره. پرسپولیس بیرونوند و شکاری چه خواهد کرد؟ ضربه رو میزنه خلاف جهت و بازم گل. در مساف با پیام نیازمند پنالتی خودشو میزنه تو دروازه. گل شد، سخت گل شد. ماراتون پنالتی ادامه داره. آقا چی میشه این پنالتی؟ توی دروازه و بازم گل برای تیمش. در مساف با نیازمند بیرونوند میزنه توی دروازه. گل برای بیرونوند و تراکتور. خیلی با روحی است. نیازمند ضربه پنالتی رو چه خواهد کرد؟ خوب زد پنالتی خودش رو میزنه و توی دروازه. نیازمند نمالی میزنه. از سر باید بگیریم پنالتی ها رو. عجب ماراتونی شده، عجب رقابتی شده، عجب بازی شده. پشت توپ امیرحسین حسین زاده ضربهشو میزنه. اینو گل میکنه. با جون و دل داره خوشحالی میکنه. پنالتی دومش چی میشه؟ مسافش با بیرونونده. ضربه کنانی زادگان میزنه و میگیره بیرونوند.